من به بینندگان عزیز سامیار هستم و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من که یه مهمان خیلی خوب داریم. من که اسم مپ ببخشید یادم رفت، اسم مپ هم ریلوده. من که پارت 2 فورتنایت رو داریم میگیریم، هنوز لند نکرده، یارو میخواد بزنتمون. و یه مهمان خیلی خوب و عزیز داریم. رضا جان، حالت چطوره؟ مرسی. من خوبم. سامیار 2 نفر رو جان تو اشکی 2 بود. وای وای، جنازم رفت. 2 نفر پیش منن. حالا تو نمیری اوکی، من الان میام سری بدم لاماه؟ بیرون. لاماه؟ لاما کجا؟ لاما؟ کجا بابا داری؟ چرا نمیشه پرید؟ تو دیوار لاما کجا بود؟ تو اینا دیوار اینا یا اینا 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 اینا. پشم. برو ور برو ور برو ور. میدونی بشکنش که کجا رفت اون لوتا؟ سوال برام حاجی. رفت تو چیز تو اینونتوری تو. تو برداشتی. پس من یه دونه شاکر برداشتم و یه شارک ویو هم مال من بود، بردی. از که درست تو صاحب شد یادم. توضیح بده برام. بیا اینجا بیا اینجا بهت هیل بدم، بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا نمیری. یعنی میدارم یارو کلا تیمش اوت. خب بذار بخورم بهت بدم. چرا با کلاس من رفتم راش 2 نفر راش بیا اینجا اینجا 3 نفرن نه 2 نفر. مرد. کجایی؟ اینا مرد. از بغلش دارم میزنم. بزن رضا بزن. اچ پیش 2. بیا بپر نفر یکی دیگه اومد. آجی نمیر جان خودت نمیر رضا جان. 3 ثانیه 3 ثانیه. 3 ثانیه نمیمیری. 3 ثانیه تحمل کن. اومدم 3 ثانیه. اومدی دیگه. اومد. یه ذره افغانی تو شد 3 ثانیه. 3 ثانیه گفتم تو بفهمی. اومدم با لهجه خودت صحبت کنم. میگم لوتام. دادا من بوشهری افغانی نیست. یادم رفت. لحظه خوده یارو رو تو هوا میتونستم ناک کنم ولی نکردم. مردونگی. چرا اچ پیش 1 بود. خب یکش کرد. تو یک کردی یا نه؟ من یکش کردم. آجی یه نفر رو تیر زدم بهش. بیا اچ پی دقیقا 2 بود. خب بیا اینجا بیا. دور زدم مرد. بیا اینجا بیا این. تو لهجه شیرازی داره فرو رفتی آقا. بیا اینجا. ما که بیا میدونیم آقا. اینجا. اصالت خودتو فراموش کردی یعنی خجالت دوستم. کی من؟ چی میگی همون؟ چیش میگی؟ یه بار دیگه شیرازی صحبت کردی. به خدا دست خودم نیست. شاید باورت نشه دست خودم نیست. به خدا دست خودم نیست. یهو میبینی وسط بازی یکی میگه چطوری؟ به خدا دست خودم نیست. شاید باورت نشه انقدر با او حاجی که قرار فردا بیاد گشتم توی چند وقت که اومدم دوباره فورتنایت. ببین من 2 ماه سر لهجم کار کردم که برگرده دوباره. خب آخه تا 2 ماه نیست با اون یارو مثلا چیز کردی برگشتی نه میگم 2 ماه، کلا 2 ماه. خب سر لهجم کار کردم که کلا شیرازی حرف نزنم تا اون آقا دوباره اومد 2 روز با من حرف زد دوباره ایطوری شدم. اصلا نگاه کن اینا یک مرد این بوت هم آخه رو هوا. آجی نگو یا میبینی میان آیدی تو میبینن اینا بندت میکنن. اینا آدم آبادی نیست نمیبینم. آره تو ویدیو نه اونا که کار نه عیزایده میبینی یا یه سری فورتنایت بازن کشی چه همزمان. دراپ وایسا من برم اگه خطری بود تو چیز کن. جورو خلوت که پامپ که باجی زن پشمام داشت میری
بردار. تو خودش فکر نکن یه وقت سیپل به در منه. بچه‌ها یه وقت فکر نکن سامیار سیپل ادیت خودش رو خدا. اصلا هم سیمپل نیست. کی گفت؟ باز سامیار استعداد داره. من از همون اول که وای 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 نه پایین. نزدیک بود به چوک کجا برم. داره تیر میزنه؟ از 10 طرف دارن میزنن. یکیشون مرده. کو؟ ای بات برو 200 متر بکنم بات فاصله داشت. حاجی یکی از پشت سر داره میاد، یکی از جلو داره میاد صدا. اصلا معلوم نی چی کار میکنن بعد این جنابالی پلیرها. گفت راحتی اصلا کار نمیگفت بنده دارم عرق میزنه زحمت. یعنی چی میگی عمو؟ من اینجا چیکارم؟ ساب ویدیو اما ساب چنل همه دارم ویدیو میگیرم. این زحمت ویدیو و صحبت کردنش با منه. وای نگاه کن اصلا دست خودم نبود، دقت کردی؟ زحمت اصلا کردن. آره مرد. دوباره حاجی دوباره رفتم ازم تو انمی لهجه دارم. شیرازی. اگه دقت میکردی دست معلوم. خودم نیست با این رایفل خیلی میس میدم آجی. نمیدونم چرا هم باش ایمبات هم میس میدم. خیلی خوب. بیا رضا بیا اینجا سری، بیا اینجا بهت هیل بدم. نمیخواد کجاست یارو؟ با ایمم ریده شد توش با این رایفل 74 تا شکست. اوه یکی بهش زدم ناک شد کلا. وضعیتش خراب بوده بنده. وایسته یه جا دیگه. 105 تا بهش زدم اینجا. سامیار اسنایپ خورم. 105 تا ناک شد. ولی میترسم خودت بیام اسنایپ زده باشی اصلا از طرف حاجی یه صدایی اومد چی بود؟ پمپ اپیک. سامیار پمپ اپیک گرفت از چستری سامیار. حاجی اینجا یکی اومد اینجا این بر. کجا در دیدم بزن. شما یه ذره ایم زیادی خوبه اسنایپ نزن. خب بذار فهم کنیم برای بهتر. همون یارو در حال راه رفتن آروم بزن. رضا بیا این هیلر بدونم. بیا اینجا بیا این هیلر بدونم. چه هیله چیه چه مارک میده؟ با بیا بابا بیا اینجا بیا بگی. اما من سلطان هیلای خاورمیانه. سامیار یارو اومد خیلی صحبت. بیا اینجا بشه صدا کنه بیاد خفتش کنیم ادیت میده و بیاد یه روش یارو فهمید. سن 19 تا اچ میشه که بزن یا برو خدا. کجاست؟ وای زودی بیا من میام تو ورم تو روی این یارو باش. خب نره رو سمت تو برو رو هم یارو باش. رفته نمیدونی رفت. امیرم اومد. حاجی یه ویدیو هم پارت رو هوا حواست باشه. من پامپ اپیکم بیام برم. یه 56 تا بهش زدم تو هوا ناک شد. نمیدونم چرا کیلم نشد. امیر سامیار رضا آیا تیر شات کنم من آیا میدونی من 15 تا کیل دارم؟ چند تا داری؟ آقا من ساب ویدیو هم منو مسخره نکن. من دارم زحمت ویدیو آپلود. ما آخه هوا سالو یه تعجب کردم. حاجی نزن وقتی امیر چرا رفت؟ ناراحت شد تو کنم. نه امیر چی ناراحت شد؟ بزن یکی کجاست؟ کو؟ بیا من رو این خون. این مچ رو بین نکنی ناراحت شد. 20 تا کیل آخه اسکور. بیل کن بیا پایین بودو وای آمیار وضعیت خراب. رضا فینیش کن انمی اومد فینیش کن رضا سری رضا نمیری.
رضا 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 6 ثانیه رضا رضا 1 ثانیه رضا رضا ماشاءالله رضا. من دارم در شرایط بسیار بسیار سخت بسیار میبرم. اشکال نداره منم فرار کردم. یارو تو هوا هم داره میزنه دست از سر ما بر نمیداره. حاجی اومدن سمت منو. میدونی یارو رو منه. خب چجور من سمت یکیشون اومد. امیر رو فرن داری دیگه اینوایت. آره فرندش دارم. مگه میشه؟ وای 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 زدم به تو آرپیجیو. وایسا الان بک یارو میام. من خیلی دوست دارم بهت کمک کنم ولی یه هیل مشی داری بهم بدی، مثلا یه جوس نه همون تکی بود داد. ولی خیلی بکن. حاجی در رو فقط در رو. ببین بعد نمیدارم و یارو پیشم تو اتاق بود. تو اتاقه بود. باکس دادیم به اتاق. اما اسنایپر رضا با کن رضا با کن رضا جان مادرت با کن. رضا این لژندریه رو میخوای یا نه؟ یا چی؟ نه وای آها دمت گرم ولی ترکوندیم. حاجی تیر شاتگان داری؟ حاجی من چرا 154 تا دارم. چرا من میرم تو دل یارو فینیش کنم دیگه نمیتونم بیام. میای چرا 1 ثانیه اما 1 ثانیه بیشتر نمیتونم. اومدم دمت گرم. حاجی من برم لوت اینا آش یارو. نه رو لوتات میمیری. 35 داداش. یعنی چی یکیشون یکه. حاجی تو رو خدا نمیری. رضا کلا در رو برو داخل این بوته. برو آروم برو داخل. 2 نفر را اینجا هیر میکنم. خب رضا صدا پا نده. رضا رضا همین گوشه ها بمون. اینو برد. رضا هیل کن. ببن این گانر وردا رایفلر وردا بغل رایفلر وردا. کارم یارو تو الان میمیره. یکی دیگه هم جلوته. اوه چی زدی به جفت تکی. یکی دیگه مونده. یه نفر دیگه مونده. رضا وینا. رضا بابا بنازم. آقایون خیلی ممنون میشم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما بودین. بای